سلام دوستان، به درس 4 از رایتینگ تاسک 1 آیلتس اگزم خوش اومدید. تو این درس ما میخوایم یاد بگیریم که یکی از مواردی که میتونه باعث کاهش نمره آیلتس ما بشه چیه. یکی از این موارد به اسم تعمیم زدگی بیش از حد. ما تو زبان انگلیسی به تعمیم زدگی بیش از حد میگیم over generalization. یعنی چی؟ یعنی ما میایم از چند تا نمونه به یه نتیجه کلی ولی غیر قابل قبولی میرسیم و سعی میکنیم توجیهش کنیم و اگه از این مورد استفاده کنیم نمره ما به زیر 7 میرسه. یعنی حتی ما نمیتونیم نمره 7 رو هم کسب کنیم. مثلا شما فرض کنید که توی یک آموزشگاه زبانی دارید درس میخونید و هیچ کس تو آموزشگاه زبان شما نمره 7 رو توی رایتینگ آیلتس نمیگیره. No one gets band 7 in IELTS writing. این تعمیم بیش از حد و نادرستیه، چون شاید توی آموزشگاه‌های دیگه هستن کسانی که نمره 7 یا حتی میتونن بیشتر از نمره 7 رو کسب کنن. اما گاهی هست که شما مثلا شناخت خوبی از خودتون دارید، چند بار آزمون ماک دادید و به این نتیجه رسیدید که نمره خوبی توی آیلتس نمیگیرید و میگید I'm not a very good writer. یعنی من نویسنده خیلی خوبی نیستم. خب این یه قضاوت شخصی و راجع به یه مورد محدوده و تعمیم بیش از حد محسوب نمیشه و خب مورد درستی. حالا میگیم که چجوری میتونیم از این تعمیم بیش از حد یا تعمیم زدگی بیش از حد جلوگیری کنیم. میتونیم از تعدیل کننده ها استفاده کنیم. به تعدیل کننده ها میگیم چی؟ میگیم هجینگ. یعنی چی؟ یعنی میان اون تعمیم زدگی بیش از حد رو یه مقداری از درصدش رو کم میکنن. مثلا اگه بگیم living in another country is difficult، یعنی زندگی توی یک کشور دیگه سخته، به جاش میتونیم بگیم چی؟ آفرین، میتونیم بگیم living in another country can be difficult، یعنی زندگی توی یک کشور دیگه میتونه سخت باشه. یعنی از قیدها بیایم استفاده کنیم. یا به جای اینکه بگیم doing exam is stressful، یعنی امتحان دادن استرس داست، به جاش بگیم doing exams tends to be stressful، یعنی امتحان دادن معمولاً استرس داست. یا حالا موارد دیگه، مثلا میتونیم از افعال مدال و صفتهای تعدیلی استفاده کنیم. مثلا به جای اینکه بگیم learning a new language is most challenging task، بگیم learning a new language is one of the most challenging tasks، یعنی یکی از موارد challenging برای ماست، نه فقط یا بیشترین چالنجینگ برای ماست. فقط دقت کنید اگه بگیم one of یه چیزی آخرش باید حتما اس بیاد. این یکی از مواردیه که حتما باید دقت کنید. و حالا موارد دیگه که میتونید مثالهاش رو ببینید توی تصاویر. پس به طور کلی از چه چیزهایی میتونیم استفاده کنیم؟ میتونیم از قیدها استفاده کنیم، یعنی مثل often، sometimes، usually، generally و typically. typically یعنی معمولاً، generally به طور کلی، usually هم به معنی معمولاً، sometimes گاهی، often اغلب. یا میتونیم از صفتهای تعدیلی و مدال استفاده کنیم. مثلا could یعنی میتواند، may ممکنه، might شاید و probable یعنی قابل قبوله. بعد و یا حتی میتونیم از موارد دیگه‌ای مثل بندهای تعدیلی یعنی that clauses استفاده کنیم که معمولا بیشتر توی مقاله ها استفاده میشه. به زبان فارسی مثلا میگیم که میتونه استدلال بشه که، یا اغلب فرض میشود که، احتمال بالایی هست که. حالا به زبان انگلیسی به این موارد ما میگیم چی؟ میگیم بندهای تعدیلی. به طور مثال It could be argued that, it is often assumed that،
there is a high probability that و بقیهش رو میتونیم ادامه جملمون رو بنویسیم. ولی خب این مورد به طور کلی بیشتر توی مقالات استفاده میشه. و نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که این روش ها باعث میشن تا متن ما دقیق تر و طبیعی تر بشه و از تعمیم های نادرست که نمره آیلتس اون رو پایین میاره دوری کنیم. استفاده از تعدیل کننده ها نشون میده که استدلال ما متعادل و مبنی بر یا مبتنی بر موارد منطقی هستش.